الکساندریت با علائم زودیاک عقرب و جزا و چاکراهای چشم سوم و قلب و رنگهای سبز مایل به زرد، قرمز، سبز و بنفش، یک سنگ قیمتی دگرگونی شناخته میشه که گوهرشناسان اونو با خواص جادویی تغییر رنگ خودش مجذوب خودش کرد. این کریزوبریل کمیاب توی شرایط منحصر به فردی تشکیل میشه که اونو بسیار کمیاب. الکساندریت برای اولین بار در سال 1830 توی دوران سلطنت تزار الکساندر دوم توی کوههای اورال روسیه کشف شده که به همین دلیل نام خودش گرفته. سختی این سنگ 8.5 و به خصوص توی اندازه های بزرگتر بسیار بسیار نادره. الکساندریت با کیفیت عالی و تغییر رنگ عالی میتونه با الماس رقابت کنه و با $15,000 توی هر قیراط برسه. این سنگ به عنوان سنگ تحول شناخته میشه و اعتقاد بر اینه که تحول رو همراه میاره، خلاقیت رو تحریک میکنه و عزت نفس تقویت میکنه. و توانایی الکساندریت توی تغییر رنگ نماد شخصیت